Ленин ki بود؟ نمیدونم. نمیدونی؟ Ленин президент بود. президент Россия. درباره لنین چی میدونید؟ لنین رеволюционер بود. 1917 революция Россия ташкил шуд. با اساس با سرید نیاز با اسیمیونه آمد. فکر شما درباره کار لنین چی است؟ کاری که کرد چه گفتن شما؟ مثبت است یا منفی؟ آیا جهت نقص آیا جهت خوب نه؟ از کدام جهت خوب است کدام جهت خوب نیست؟ از جهت آزادی خوب، از جهت کار که مردم همه در جای خودش کار میکرد. آیا جهت دیگه اش که ما رو همین مردم مسلمان برابر چه خیلی که بود نبود ما رو کم تنقیسی دادن. تمام. لنین اساس‌گذار همون دولت شوروی بود. تا جایی رو ما میدونیم. درباره‌اش چی معلومات داره؟ درباره‌اش معلومات ندارم اکا. چیکارا کرده است؟ نمیدونم درک ندارم. همین لنین کی بود میدونید؟ کی بود چیکار کرد در تاریخ؟ کجا یا سوال نخونده در مکتب. خوانده. کی بود لنین؟ لنین کی بود؟ لنین سردار SSR بود. تشکیل دهنده SSR. که 15 دولت شوروی در دست او بود. بعد از مرگش استالین جانشین شد. باز چی گفتم؟ چیکار کرده بود لنین؟ لنین 15 دولت رو متحد کرد. مقصد سازمان جاری کرد که تمام دولت‌ها از اون اتحاد می‌کردن. تا حاضر نامش زنده است. اما چندین دولت ها خیلی چی بود راهبر بود. کدام سال؟ انیقترش نمیدونم که کدام سال بود. کس در مکتب میانه نخونده درباره‌اش. خوندم که ایادم برو مدرسه. شما هم در یکون چی نخونده درباره‌اش؟ خونده بودم فراموش کردم. خب تقریبا چیکار کرده است لنین در تاریخ؟ این راهبر دولت 15 دولتی Освоение مرکزی بود. Он был большевиком, может быть. Еще он был один из лидеров СССР. Ну, все вроде. И то, что его не похоронили, а его тело хранится в Кремле. ولی لنین نمیدونن معلومات ندارن. خیلی علی به سوادی شونه. سواد ندارم. سواد کنم برای میاد میکنم. ما که آدمای کنه میدم لنین کی بود استالین کی بود. ما معلومات یاد بدن که استالین کی بود لنین کی بود. اینا سواد نداره به سوادی شونه برای. او دور پیش لیلی بود هم اردونی بود دهقانی هم سوز بود او خیلی است لیلی ندید اون صورتش اون هیکلش اون خیلی جدا باشه دیده باشه تمام. Как бы сейчас молодежь, думаю, интересуется больше историей таджикского народа, как бы, а не СССР, а там Советского Союза и России. Может быть, поэтому